چشمت که دیشب مست بودی و قدح در دست بودی. شهادت می دهد چشمت که دیشب مست بودی و قدح در دست بودی. نمیدانم تک و تنها، نمیدانم تک و تنها کجا میری شبانه. خب دوستا دیگه ما رسیدیم در خانه دوست خانه لیلا جان. سلام، وقتتون بخیر. وقتتون بخیر. دوستای نازنین هموطنای گلم، رقم که گفتم ای اصل شو یلدایر پشته، ما نه، ما قداغش کس دیگر رقم پشته. دوستای نازنین از اون جایی که شما خبر دارین نیم شو یلدایه، یلدایش مبارک، یلداییم دبلیش. اما تو میگه نه لیلا جان؟ مبارک، یلدای من دبلیش. آره دوستای نازنین دیگه ما لیلا جان آماده شدیم بریم خواب ما خود درست کنه لیلا جان، مهمانایش تا. آره دیگه دوستا همراه از ما باشین تا رقص و بازی و خوردن و گشتن رو، نه لیلا جان؟ بله. دیگه ما بریم سمت آشپزخانه، شما قد از ما باشین دیگه، لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت قشنگ بدین به لباسای از ما و لیلا دیگه. او یلدایی اصلی رو پشته بخدا یک مرد. نه لباسای خیلی لباسای قشنگی از رنگ قشنگیه. آره خیلی هم بهش میاد. آره تشکر عزیزیدیم، قشنگیم دیگه. آره دوستا قد از ما و لیلا جان باشی فعلا. دور بر من رویای تو دیدم، هوای عاشقی های تو دیدم، هوای عاشقی های تو دیدم. دیدکشی دیگ لیلا درونی بسترم شو تا گلی سو، هنوزم عطر دلخواهی تو دیدم، هنوزم عطر دلخواهی تو دیدم، هنوزم عطر دلخواهی تو دیدم.
برنامه خلاص شده. ما بسیار خسته شدم. لیلا جانم دیگه مصروفی مهمانای خسته. ما دیگه لذت شما صحبت کردیم تا لیلا گفتم برو چای بیر رو سالن مهمان زیاد هسته. باز مرد زن یک جای هسته، باز ما راحت نیم. از خاطر از لذت میم اتاق میشیم چون بیگانگینم دیگه جایشون خالی. دوستا بسیار حال کردی، بسیار خوب، اوکی، قشنگ. شو بسیار عالی بود. جای کلی دوستا خالی دیگه. خدا کنه لذت برداشتیم. بچون بسیار سرسرم. بریم تو برو.